شاید به این بحث ما مربوط بشه. من گفتم که به هر حال وحشت یا خشونت یا یاوگی یا پوچی یه امری نیست که خاص ایران باشه، در همه جای دنیا هست. ولی من به عنوان ایرانی یه جور با این قضیه برخورد میکنم، به ازای فرهنگ خودم. یه سوئیسی یه جور دیگه برخورد میکنه، یا آدمی مثل سلیم یه جور دیگه برخورد میکنه. اون طعمی که از فرهنگ من و از نوع زندگی و تجارب شخصی من تو اون داستان میاد، اگرچه مربوط به خشونت یا سردرگمی یا مسائلی از این قبیل هست، دست کم با به ازای فرهنگ من باید معنا بشه. و الان ما میبینیم توی شعر ما یا توی قصه ما بیش از اندازه بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، یعنی بی‌تفاوتی یا پوچ بودن یا خشونت و این قضایا مطرح میشه، ولی هنوز با الگوهای دیگه مطرح میشه، نه با الگوهای از درون این نوع زندگی میاد. مخصوصا فقط فرهنگ بومی نیست، از درون این زندگی که ما توش هستیم. و این خیلی برای ما مهمه که من به عنوان نویسنده نسل قبل ببینم نویسنده نسل بعد من چگونه داره به همون موضوعاتی که ما بهش پرداختیم اونا میپردازه و چقدر متفاوت است و من متوجه این تفاوت بشم و این تفاوت برای من خیلی جذابیت داره. من اون تفاوت‌ها رو در واقع نمی‌بینم، برای اینکه شاید یه نوع استقلال فرهنگی که وجود داشته به یه نحوی از بین این فقط یه ایده است. این ایده باید تبدیل به داستان بشه. در واقع نکته پایانی، نکته آخری که دکتر گفت همینه. اینجا بارها به بچه‌ها گفتیم اینجا کارگاهه. کارگاه اینجا اون جنگ و جنگ میشن دیگه. میایم تو این کارگاه به واقع در این تبادل فرهنگی، اطلاعات، تجربه و پیشنهادهایی که دوستان میدن، ماها همه ایرادای خودمون رو برطرف میکنیم یا نه ایده میدیم یا نه ایده میگیریم. و در واقع تعداد کتاب هایی که اینجا فرض کنید خود من دارم میگم به هر حال چیزایی است که اکثر شماها نخوندید به دلیل اینکه سنتون ایجاب نکرده که برید به طرف اون. دیپلم گرفتید یا دانشگاه بوده، مجالی نبوده برای خوندن تعداد زیادی از این کتاب ها. مثلا صادق هدایت یا جلال احمد از اول هم به اصطلاح فکر نو داشتن برای ارائه کردن، نوعی ذهنیت جدید داشتن برای کار کردن مسلمه، یعنی متفاوت بودن و آدمایی هم که خیلی آدم‌ها داریم ضعیف شدن در همون ضعف ماندن یا همون ضعفی برشن گسترش دادن یک چیز. حالا اسم نمی‌بریم ولی به هر حال کار هنرمند اینه که ساختار ذهنی خاصی داره که داستانی میگه که برای دیگران جذابیت داره. حالا ممکنه که ضعیف میگه ولی اون داستان تازه است و مال خودشه. آستوریاس میگه من شروع کردم به داستان نویسی و تقلید میکردم از اروپایی‌ها و بعد یکی دو داستان نوشتم راجع به فرهنگ عامه خود من. گواتمالاست مثل که بعد یه استادی دید گفت آقا تو برو اونجا، تو این متعلق به اون فرهنگی و این حرفایی که تو میزنی جذابیت داره و بعد این کار بکنیم. توی ایران مثلا منیرو این کار کرد. منیر از اولین داستانی که نوشت داستان واجد یک ویژگی خاصی بود که مال یه منطقه ناشناخته بود برای ما. این روابط آدمانی که مطلب که جذابیت داشت برید. حالا ممکنه نتوانه ادامه پیدا کنه و تکامل پیدا کنه ولی به هر حال تا اونجایی که اهل قلب و اینا رو به ایمان جای کنیزی نوشت از یک فضای ناشناخته صحبت می‌کرد. از آغاز داشت همین کار کرده بود.
یعنی مجامله نباید کرد با افراد. در عالم هنر هیچ گونه تسامح و اینکه تقلیل بدیم و بگیم حالا مثلا این جوانه و این پیره، چون شما می‌نویسی یه مطلبی رو این چاپ بکنید، هیچ کس نمیگه این سنش چقدره یا چقدر تحصیلات داره یا کجا بوده. این میاد در اعداد بهترین آثار دنیا قرار میگیره و مقایسه میشه با اون. حالا ممکنه یه آدم اینقدر باهوش باشه که 30 سال کار کنه و ننویسه و چاپ نکنه، درست اونجایی که رسید که حرف تازه‌ای داره چاپ بکنه. در از اون شانس آورده، ولی وقتی که ما سیاه مشخون داریم چاپ می‌کنیم مسلمه که آسیب می‌بینه. هیکلش 2 برابر من بود، لباس کردی به تن داشت و دستمال کردیش را یکوری به سرش بسته بود. از در که تو آمد بوی یک گله گوسفند را که به فرض 1 هفته از آغل بیرون نرفته باشند و به فرض تا مچ پاهایشان پیشگل انداخته باشند را یک راست با خودش آورد و با اشاره دست من به روی یونیت نشست. ماسک کاغذی را قبل از ورود او از روی بینی و دهن به زیر چانه‌ام کشیده بودم و وقتی که به روی یونیت نشست طاقتم را از دست دادم و آن را دوباره به روی بینی و دهنم کشیدم و وقتی که با دست به شانه‌ای زدم که به روی یونیت دراز بکشد طاقتم تاق شد و برخاستم و به بهانه کاری که نبود دور از چشم اون ماسک دیگری از جعبه بیرون آوردم و آن را به روی ماسک جایی قرار گرفته بود این داستان که ما میدیدیم ضمن جانبداری فرض کنیم از اون طبقات فروده است، عیب و عیوب اونها رو هم نادیده نمیگیره. یعنی نگاهی که 1-2 نسل قبل از ما در مسائل سیاسی داشتن ما اون رو پشت سر گذاشتیم. حالا بین کارگران این نگاه، کارگران خوب داریم، کارگران بد داریم، همه شکلش هست. جانبداری از طبقه کارگر یا فروده است به مفهوم این نیستش که اون رو از هر عیبی مبرا. نکته دیگه‌ای که در این داستان توجه منو جلب کرد برای انتخاب این صحبت رو بکنیم، بافت کلامی منسجمی بود، یعنی دیدگاه من. هر جا که ما میرفتیم که داستان رو از دست بدیم، اون نگاه این شخصیت اول یا دوم به اون دیوار ما رو دوباره برمیگردون. من با کل داستان موافق بودم. یعنی معتقدم که از 2 بخش میکنم حرفم. یه بخش مفهومی که در واقع یه جور به مضمون داستان مربوط میشه و یه بخش ساختاری. بخش مفهومی اینه که یه مریضی میاد دندان پزشک و دهنش بو میده و این در آغاز با کراهت روبرو میشه و بعد یه مدتی با تصوراتی که خودش داره از وضعیت اون راوی اینجوری میگه که در واقع من فرض میکنم که این وضعیت برای این پیش اومده باشه، به تدریج متوجه میشه که این مرد فقیریه و حالا یک نوع همدلی براش به وجود میاد و این همدلی باعث میشه که رفتار انسانی با این آدم چوپان داره و در پایان به جای که دندان بکشه یا مثلا یه لطمه‌ای بزنه یک کمکی بهش میکنه در حد خودش و این بلند میشه و میره و پولش هم میذاره توی کتاب دکتر. از نظر مفهوم همین که داستان قادر هست که یک نوع همدلی بین آدم‌هایی که هیچ گونه ارتباطی ندارن ولی به دلیل فقط شغلی به همدیگه روبرو میشن و بعد تبدیل میشه به یک رابطه انسانی، از نظر یک مفهوم رسایی داره و برای من جذاب. اما از نظر ساختاری مشکلات زیادی داشت. یعنی اگر بنابرای که این ویراستاری بشه یه مقدار ویراستاری لفظی میخواد که میشه بعضی از جملات یا بعضی از کلمات کوتاه کرد. این یکی که حالا البته سلیقه هر آدمیه و شما با کلماتی که در اختیار داشتید نوشتید، ولی میشد کوتاه‌تر کرد این در مجموع. اما مشکل اساسی ساختاری این است که شما ترجیباً که به کار میبرید که به دیوار نگاه می‌کرد و فلان تعدادش زیاد شده به نظر من. میشه این ترجیباً 2 بار حتی اکثر 3 بار تکرار شده، بیشتر شده. نیازی نیست که این همه تکرار بشه با توجه به اینکه قضیه کلیدی نیست اصلا.